خب خدا رو شکر این کار هم به سلامتی مستقر. کار آقای حسینی، اینم خود آقای حسینی که خیلی نگران با 1000 تا مشکل دست پنجه نرم کرد، آخرش هم کارش جور شد و انشالله به سلامتی کلبه رو ببره باغ مشهد و کار کاسبی. قربون شما برم، خواهش می‌کنم. میدونم خیلی سختی کشیدی، خیلی مرارت کشیدی تا این کلبه آماده بشه. انشالله که به قول قدیمی ها چرخش برات بچرخ تو خیر و خوشی. عالی. خب خدا رو شکر این کار هم به سلامتی مستقر شد و مثل این یکی زیرش هم ریگلاژ شد. انشالله کارهای بعدی هم در همین مسیر و در جاهای دیگه پارک گذاشته میشه.